дар арфаи таҷлил аз ҷашни байналмилалии Наврӯз дар доираи тавсеаи ҳамкориҳои судманди Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон, ширкати ҳавопаймоии Киш Эрлайнси Эрон тасмим гирифт, ки шуруъ аз 16 марти соли равон парвозҳои мустақимро оғоз намояд. Нахуст парвоз бо хатсайри Киш Душанбе, Душанбе Киш роҳандозӣ гардид. در حال حاضر یک پرواز در هفته در نظر گرفته شده و حدود 3 ساعت مسیر پروازی که بین کیش و دوشنبه وجود داره و خب مسیر خیلی طولانی نیست ولی خیلی متفاوته. دو تا منطقه‌ای که با هم متفاوتن، با 3 ساعت پرواز میتونید تجربه متفاوتی داشته باشین که این مقدمه این رو هم ما به فال نیک میگیریم که در نوروز باستانی که برای هر دو کشور مهم هست و فرهنگ دیرینه ماست این اتفاق میفته. امیدوارم این نوروز، این پرواز نو باعث روابطی نو و اتفاقاتی نو در فرهنگ دو کشور بشه. ҷиҳати боз ҳам бештар гардонидани сайёҳон ва ҳамкориҳо байни ширкатҳои сайёҳии ватанӣ Somon Travel ва ширкатҳои сайёҳии Эрон санадҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. Ин ҳамкорӣ барои боз ҳам мустаҳкам намудани робитаҳо доир ба ҳама намуди сайёҳӣ байни ду давлати ҳамзабону ҳамфарҳанг, ҷалби сармоягузорони эронӣ ба соҳаи сайёҳӣ ва зиёд намудани ҷаҳонгардон аз ҳарду ҷониб заминаи мусоид мегузорад. مشخصا به محض ورودمون یه جای خیلی خوش آب و هوا و با مردم بسیار خوبی هم. امیدوارم که بتونیم تو جزیره کیش پذیرای شما باشیم. این اقدام مرحله نوی رشد رابطه‌های سیاحتی و تجارتی بین دو دولت ارزیابی می‌گردد. کیش یک از جزیره‌های زیبا در قلب خلیج فارس است و همساله شماره زیادی سیاحان داخلی خارجی را جلب می‌کند و امید است که راه‌اندازی این خط‌سیر توانسته باشد در جلب سیاحان به دو کشور مساعدتی فعال نماید. و باید گفت که بخشیده به جشن بین‌المللی نوروز شماره زیادی مهمانان از کشورهای مختلف از جمله از کشورهای حوزه نوروز به خصوص شهر جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان دعوت شدند که در روزهای بعدی نیز شماره زیادی آنها به کشور ما به وطن اصلی نوروز تشریف خواهند آورد. زیاد نمودن شماره پروازها امکانیت میدهد که سفرها در این مسیر دسترس و برای سیاحان موافق گردند. زیاد نمودن پروازها در این خطر قدمی مهم در تحکیم همکاری فرهنگی و اقتصادی می باشد. توسط پروازهای منتظم سومون ایر و شرکت کیش ایرلاینز سیاحان می توانند با جاذبه‌های بی‌نظیر تاجیکستان و ایران فرهنگی بای و تاریخ دو خلق دوست از نزدیک شناخته شوند. شرکت سیاحی سومون ترول با استفاده از جدول نوی پروازها دایره وسیع خدمت‌رسانی‌های سیاحی از جمله بند کردن مهمانخانه‌ها، انتقال و تشکیل اکسکورسی‌ها را پیشنهاد می‌نماید. در دوره افتتاح این خطسیر امکانات‌های سیاحی شهر دوشنبه نیز برای نمایندگان بخش سیاحی، واسطه‌های اخبار عامه و بلاگران جزیره کیش جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده شد. رکسانا هستم. اولین باره که به تاجیکستان میام. کشور خیلی قشنگ، خیلی دوست داشتنی، خیلی مهمون نواز. مرسی از پذیرایی عالیتون. اصلا همه چی خیلی پرفکت بود. امیدوارم موفق باشین و هر روز پیشرفت کنین. شهرتون از این منظر خیلی زیباست، گستردگی قشنگی داره، آثار تاریخی خیلی خوبی داره، مردم خونگرمی داره و خیلی خوشحالم که اینجام و امیدوارم که این فاصله بین جزیره زیبای کیش و شهر دوشنبه با برقراری پروازهای هواپیمای کیش کم بشه و عزیزان رو در کشور خودمون و جزیره زیبای کیش هم ببینیم. ما خطسیر در این سمت با مقصد رشد ساحه سیاحی خصوصا جلب سیاحان خارجی به تاجیکستان در عرفه جشن بین‌المللی نوروز افتتاح گردیده. پروازها در این مسیر توسط هواپیماهای ایروبوس A321 شرکت کیش ایرلاینز ایران انجام داده می شود. جزیره کیش در استان هرمزگان ایران واقع بوده با طبیعت زیبای نوتکرارش یک از جالبترین موضع‌های سیاحی در جنوب ایران به حساب می رود. حالا شرکت‌های سومون ایر تاجیکستان و وریش ایرلاینز جمهوری اسلامی ایران بین دوشنبه و تهران پروازهای مستقیم انجام میدهند. در این راستا واخری رهبری کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با هیئت جمهوری اسلامی ایران که با راهبری معاون گردشگری سازمان جزیره کیش به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردن انجام داده شد. برای ماندن همکاری‌ها در سمت سیاحی با کشور همزبان و همفرهنگ ایران مهم ارزیابی گردید که برای باز هم تقویت بخشیدن و زیاد نمودن شماره سیاحان باید از این همه امکاناتایی که از جانب حکومت‌های هر دو کشور فراهم آورده شده است ثمره‌ناک استفاده نمود. اینچنین قید کرده شد که برای ماندن خطسیرهای نوی سیاحی در دوره برگزاری جشن بین‌المللی نوروز که همساله در جمهوری تاجیکستان با شکوه و شهامت خاصه برگزار می‌گردد، برای گسترش همکاری‌ها، زیاد نمودن شماره سیاحان و شناخته شدن از عرف و عادت‌های خاص ملی تاجیکی زمینه می‌گذارد.